назарфиребӣ дар омор дар ҳукумати тоҷикистон ба як анъана табдил шудааст. раиси вилояти хатлон ҳакимзода қурбон эълон кард, дар нимсолаи аввали соли 2019 дар ин вилоят 18934 ҷойҳои нави корӣ ва барқароршуда таъсис дода шуд. аз ҷумла аз ҳисоби шахсони ҳуқуқӣ 4054 ҷойи корӣ ва аз ҳисоби шахсони воқеӣ 14880 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст. дар ин бора ҳакимзода дирӯз 30 июл дар нишасти матбуотиаш гузориш дод. раиси вилоят қайд кард, ки дар 6 моҳи соли 2019 дар вилоят 172 ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ гузаронида шудаанд, ки 61% нақшаи соланаро ташкил дода, аз ин ҳисоб 2122 нафар шаҳрванди бекор бо ҷои кор таъмин гардида, дар умум 4674 нафар шаҳрванд бо шуғл фаро гирифта шудаанд. طبق گزارش حکیمزاده در ولایت ختلان برای فراهم آوردن شرایط مساعد کسب آموزی به بیکاران، تأسیس کورس‌های تیاری و بازآموزی کسب‌های گوناگون زیاده از 4755 نفر شهروند بیکار جلب گردیده کسب می‌آموزند. اینجا چند سوال به میان می‌آید. آیا شما مسئولین حکومت بار هم گزارش‌های یکدیگر را مانیتورینگ می‌کنید؟ چرا آمارهای نهایت‌های گوناگون حکومت تاجیکستان مغایر همدیگرند؟ مگر وزارت‌ها و نهادهای مرکزی از روی حسابات و آمار منطقه‌ها گزارش نمی‌دهند؟ ببینید، وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان زراب‌الدین فیض‌الله‌زاده در نشست خبریش گفت که در تمام جمهوری 146 کارخانه نو افتتاح شده‌اند که 1800 نفر را به جای کار تامین نمودند. اما رئیس ولایت ختلان حکیمزاده قربان اعلان کرد در نیم ساله اول سال 2019 تنها در ولایت ختلان 18934 جایهای نوی کاری تأسیس داده شد. اگر در عموم نگاه کنیم، اگر برای چه این خیلی فرقیت کلان میکند، این از همه طرف، از گوییم که از سطح پایانی سر کرده تا سطح بالایی آمار بردروغ این فرقیت کلان پیدا میکند. برای چی؟ 1800 نفر گجا و 18000 نفری که رئیس ولایت گفته است فرقیتش چند مراتبه است، 10 مراتب فرقیت میکند. نکن یکمش اینکه نباید برای این خیلی فرقیت کلان نکردنش، گوییم که امور در سطح منطقوی و در سطح مرکزی فرقیت نکردنش باید در همه سطح امور باید صحیح باشد، راست درست باشد. وقتی که اضافه نویسی می شود دیگر دروغکاری ها می شود، البته این فرقیت کلان می آورد. اگر در عموم وزارت نماینده وزارت اگر در همین خیلی گفته باشد که در 6 ماه در جمهوری 1800 نفر با جای کار تامین نمود گفته باشد، این خیلی خیلی ناچیز است. در زمان حاضر 1800 نفر این یک کارخانه میانه است، با کار درآمد یک کارخانه است. انکتون وقتی که در همه سطح گوییم که کمیته امور دیگه در همه سطح، در سطح ناحیه ها، در سطح ولایت، در سطح جمهوری کار خود را تازه اجرا میکند، وقتی پورا درست آمار ترتیب میتند، هیچ وقت این خیل فرقیت کلان نباید پیدا شود. همین چیزی که میگن در آمار، من ناظر تاجیکستان فراموش کردم، статистическая погрешность میگه، این چیز نباید کلان باشد. این همین در 0.1-0.2% تا 0.5% من فکر بنده باید همین خیلی وای باشد، خیلی که گوییم فرقیت باشد، فرقیتی چند مراتبه. این البته یا یگان خطاگی است در امور، یا این اضافه نویسی در منطقه ها می باشد. میخواهم اینجا یک چیز را قید کنم که دیگر وقت نظرفریبی گذشته است. میباید با درک مسئولیت و شناخت طلبات زمان معاصر بدون کوشش نظرفریبی خدمت دولتی را به راه ماند. دیگر وقت مردم فریبی
باز هم تکرار میکنم که گذشته است.